از نفیرم مرد و زن نالیدن. چقدر سخت داغ جوان، آی مادر مجتبی، چقدر سخت داغ فراق اولاد. آی اسلام عزیز، چقدر سخت فراق جوان، جگر آدم آتش میزنه. میخواید بگید مجتبی جان به خدا صدات هنوز تو گوش ماست، هنوز هم انگار داخل این خانه داری راه میری قربونت برم، اما ما نمیتونیم تو رو ببینیم. مجتبی جان تو که طاقت نداشتی بیقراری